سلام و روزتان بخیر. من مرهون هستم. شما بیننده سلسله بیایید پشتو بیاموزیم هستند. در سلسله درس های بیایید پشتو بیاموزیم امروز ما از ضمایر بحث میکنیم. ضمایر پشتو که از ویژگی های خاصی برخوردار هستند. در این ضمایر ما دو قسم ضمایر داریم در زبان پشتو که وسعت زبان پشتو را نشان میدهد. ضمایر منفصل و ضمایر متصل. ضمایر منفصل ضمایر را میگن که جدا از اسم یا پیش از اسم میآید که برای خودشان مستقل میان و ضمایر متصل ضمایری هستند که با یک پیشوند یا پسوند در آخر جمله جابجا میشن. این ضمایر منفصل ز، ت، دی، دا، مر، تاسو، دوی هستند. ضمایر منفصل به معنی این هستند که برای خودشان علیحده و با فاصله از اسم میان و ضمایر متصل وصل شده به یک اسم دیگر یا به یک فعل کمکی میان که م، ای، او، ای و ای هستند. ولی پیشوندای یم، ی، دی، د، یو، یاس، دی صرف حروف هستند که ارتباط میدهند که جمله را مکمل کنند. و شما میبینید که وقتی که ما میگین ز شونکی یم، یک اسم در بینشان واقع شده، کلمه را مکمل کرده. ام یعنی همان ضمیر متصل هستند. ت شونکی ی، دی شونکی دی، دا شونکی د، مر شونکی یو، تاسو شونکی یاست یا تاسو شونکی یی، دوی شونکی دی. حرف دیگری که در اینجا وجود داره است که هر ضمیر برای خودشان شخصی داره که برای هر شخص علیحده یک ضمیر میآید. وقتی که یک کس حرف میزنه او کس متکلم میآید. وقتی که ز گفته میشه مراد از این ای است که متکلم خود را ز میگن و مخاطب کسی که به او حرف زده میشه او مخاطب است. دی شون کری کسی که از مکالمه ما غایب است یا در مجموع از این محاوطه از اینجا غایب است. دا شون کده برای یک زنی که از مکالمه بیرون است یا از این محاوطه بیرون است. مر شون کیو کسایی که حرف میزنن یک جا استاد میشه، همهشان به یک صدا میگن زن هست مرد است، هر کس که هستن در مجموعه. تاسو شونکی است یا تاسو شونکی کسایی که مخاطب هستن روبرو. ما مثلا یک کس هستم اونجا زیاد کسا یا مردها یا زنها یا مکس استاد هستن، ما برشان میگیم که تاسو شونکی یاست. دوی شونکی دی کسایی که غایب هستن از مکالمه ما یا از محاوطه ما با کس مخاطب میگم که دوی یعنی کسایی که از این مکالمه خارج هستن یا از این محاوطه خارج هستن. اینجا شما میبینین که ما جنسش یا عددش هم چی کردیم؟ قید کردیم. ز برای مفرد، ت برای هم برای مفرد، دی هم برای مفرد و دا هم برای مفرد. ولی مج برای جمع، تاسو برای جمع هستن و دوی برای جمع هستن. اینجا شما متوجه میشین که این ضمایر در چه حالت با مؤنث و در چه حالت با مذکر استفاده میشوند. مثلا ز هم برای مؤنث و هم برای مذکر استفاده میشوند، یعنی هم برای زن و هم برای مرد. و ت همچنان برای کس مخاطب مؤنث و مذکر یعنی زن و مرد و کسی که مفرد می باشند. و همچنان دی برای کسی غایب تنها برای مذکر استفاده میشه. دا تنها برای مؤنث استفاده میشه، مفرد، مؤنث و غایب کسی که از مکالمه بیرون است. مر برای مؤنث و مذکر استفاده میشه برای هر دویشان. اگر یک جا تمام زنها استاد بود گفته میتونه که مر، اگر یک جا تمام مردها استاد بود گفته میتونه که مر و اگر یک جا مرد و زن مکس استاد بودن میتونه که بگویم مر. و تاسو همچنان برای یک گروه زنا یا برای یک گروه مردا یا برای مکمل یک گروه مرد و زنا گفته میشه تاسو. و دوی همچنان برای مؤنث و مذکر یک جا اگر یک جا زنها بودن یا یک جا مردها بودن یا مکس اینها بودن ما میتونیم دوی استفاده کنیم. دوستان نهایت گرامی، ما میخوایم ضمایری که شما دیدین یا خواندین در یک نمایش یا کار عملی بر شما نشان دهیم. ما با احمد ولی حرف میزنم که او مخاطبم هست و ما متکلم هستم. ز شونکیم، ت زدکونکیه. سردار ولی که از مکالمه ما بیرون هست،
سردار ولی را ما دی زده کوونکی دی و اینجا یک دختر خانم شما میبینین دا زده کوونکی ده. شما متوجه میشین که من وقتی که متکلم شدم مرد هستم ز گفته میتونم، در اینجا خانم هم ز گفته میتونن، هر دویشان استفاده میشه. و وقتی که ما ته میگم هم برای احمد ولی ته گفته میتونم که مخاطبم است. اگر ما مخاطبم خانم باشه و خانم گفته میتونن ته، به خاطر ای که به هر دو ته استفاده میشه. و وقتی که به مسئله غایب میایم برای دی سردار ولی چون مرد هستن دی میگیم و وقتی که مسئله خانم میایه دا میگیم، یعنی دی برای مرد و دا برای زن استفاده میشه. دوستان نهایت گرامی، شما متوجه هستین اینجا ما 3 گروه استفاده هستیم. این گروه ها هیچ جنسیت در نظر به خاطر ای گرفته نمیشه که در این ضمایر کدام امتیاز یا کدام جدایی یا کدام دوری از جنسیت، از نگاه جنسیت به نظر به خاطر ای گرفته نمیشه که این ضمایر برای همه استفاده میشه چون ضمایر جمعی هستند. اینجا گروه ما را میبینین که من، این خانم و یک برادر هست و روبروی ما هم چند آقایان هستن. این میتونن که ما هم با چند خانم یا با چند آقایان باشیم، اینها هم میتونن که با چند آقایان یا با چند خانم باشن. این 2 باشن، 3 باشن، 4 باشن، مرد باشن یا زن باشن یا چند مرد و چند زن باشن، فرق نمیکنن. و غایبینه که از مکالمه ما و از محاوطه‌ای که ما حرف میزنیم بیرون هستن، اونها چی هستن؟ غایب هستن. الان هر ما جانب مقابل ما این 2 آقایان هستن که شما متوجه هستن که حرفای ما را گوش دارن. اینجا موج متکلمین که هستیم مکمل همه ما میگن موج شوونکیو، تاسو شوونکی است، دوی شوونکی دی. اینجا شما متوجه میشین وقتی که موج گفتیم اینجا میتونن که چند تا زن، چند تا مرد یا چند تا زن تنها یا چند تا مرد تنها باشن و اینجا هم همین قسم. و مسئله دیگری که اینجا شما متوجه میشین ایست که موج در مفرداتشان شما متوجه شدین که مرد و زن فرق میکرد ولی در جمعشان همین یک قسم ضمیر استفاده میشه. اینجا موج شوونکیو، دوی شوونکی دی، موج شوونکیو، تاسو شوونکی است، دوی شوونکی دی. خب دوستای نهایت گرامی، تا اینجا ضمایر منفصل و متصل را فهمیدین و درک کردین. در ضمیرهای پشتو ما ضمیرهای زیادی داریم ولی 2 ضمایری که بسیار مهم هستند و ما میخوایم اینجا برای شما تشریح کنم. یک ضمایر اشاری هستند و دیگر ضمایر ملکی هستند. ضمایر اشاری در زبان پشتو با نظر داشت فاصله ضمایر ما تقسیم بندی شده. ما 2 کاتگوری ضمایر داریم که یک کاتگوری نزدیک و دیگر کاتگوری دور هستند. ولی باز هم در این 2 کاتگوری یکش نزدیکتر و یکش نزدیک هستند و دیگرش دور و دورتر هستند. برای این کلمه، برای این ضمایر ما برای نزدیک، برای بسیار نزدیک یعنی نزدیکتر دا استفاده میکنیم و برای نزدیک دغه استفاده میکنیم و برای دور هغه استفاده میکنیم و دورتر هوغه استفاده میکنیم که این 2 ضمیر دا و دغه در زبان دری برای این و برای ضمایر هغه و هوغه آن استفاده میشه. مثلا اینجا در مثال در شما میدین دا قلم دی، یک کمی دورتر میگیریم دغه قلم دی. و اگر شما مثلا دورتر یک کلمه اوسو انداخته باشه بگوین هغه قلم دی و اگر بیخی دور باشه باز میگین هوغه قلم دی. ضمایر دیگر ضمایری هستند که از ضمایر منفصل ساخته میشه و ملکیت یک شخص را سر یک شی یا یک چیز نشان میدهند که از زما میشه، تستا میشه، دی ده میشه، دا ده میشه، موج میشه، تاسو ستاسو میشه، دوی ده دوی میشه. در مثال شما میبینین زما قلم، ستا قلم، ده قلم، ده قلم، زموج قلم، ستاسو قلم، ده دوی قلم. خب دوستای نهایت گرامی، تا اینجا بود ضمایر زبان پشتو. گرچه ما در زبان پشتو ضمایر دیگر هم داریم که شما میتونید با استفاده از این ضمیرها و ضمیرها را هم استفاده نمایید. خواهشمند هستم که درس امروزی ما مورد استفاده شما قرار بگیرد. تا درس بعدی، الله حافظ.